ببینین بدبختی رژیم امروزه ما را. دادستان خواست محمدشاه 25 سال و خلباشو یک عمر زنده شو. ای مردم 25 سال اگر همیزم 50 ساله باشه 25 سال میدونید چند سال برای کدام جنایتی؟ هیچ جنایت اینجا نشده که روی دست اینا ندارن بجز از همون یک حرفای خالیه که میگن. هیچ جنایت اینا ندارن. ولی متاسفانه اینا قبول دارن حالا هم. متاسفانه اینا حالا هم قبول دارن. بارها گفتن که ای مردم این حالتهایی که ما و شما میبینیم، این مشکلاتهایی که ما و شما داریم، این فقط راه حلش ما و شما هستیم. این همین را ببین. خب نماینده دادستان از دادگاه عالی خواسته است که نسبت به خلباشوف افسر پیشینه نیروهای مرزبانی حکم ابد و نسبت به الفتشاه و محمدشاه روزنامه‌نگار و فعال مدنی 25 سال حکم زندان اعلام کنند. یعنی حرکت دادگاه این قرار را پیشنهاد کرده است. نه دادستان بعد دادگاه روان کرده است دیگه که خب 25 سال و حبس یک عمر. ببینین بدبینی کیبر نسبت اون مردم. ببینین که برای کدام جنایت، برای جنایت نمیدونم یک آدم با این حکم های بزرگ روان کردن باید خیلی دلایل های قوی باشه روی دست. هر کسی که گپ میزنه برای حکومت قاتل مثل خودشون قاتل ظالم است. هر کسی گپ میزنه 25 سال برای چی؟ برای یک در صحیفه های مجازی فکرش بیان کردن، از منطقه بیان حرف زدن. این چی نمود جرم است؟ این چی نمود بدبختی است؟ این چی نمود ظلم است؟ این چی نمود نظام است؟ بزرگترین ظلم، بزرگترین جرمی که شما کردین در تاریخ دولتتون، شما پارچه های زمین فروختین که این حبس یک عمره نه 100 کرته حبس یک عمره برای اون نفر باشه. شما حرف نمیزنین. خاموشی وکیلان پارلمان بزرگترین جرم است در مسئله اویلوی کردن ساختار، غصب کردن مالکیت، دزدیدن مالکیت، نمیدونم تمام مالکیت دولتی را شخصی کردن، میلیون ها دلار از خود کردن. این بزرگترین جرم هایی است که از زیر یک گروه انجام شود. وکیلان خاموشند، دادستان، سود و نمیدونم هر وزارت و اداره خاموش است. ولی درباره که یک زن یک روزنامه نگار نمیدونم کاری را انجام داده است براش چند صد 25 سال میفهمی چی گپ هست؟ یا که یه جوان دیگه است حبس یک عمره. این چه قانون است؟ این چه قاعده است؟ این چه نوع دولتداری است؟ من نمیفهمم. چه نوع دولتداری است؟ و این خاموشی، اینمی دور بودن، اینمی بیگانگان را پرستش کردن، حالا این اولی کار است. من گفته بودم وقتی که زمانی که در بدخشان صدای استعفا برآمد، مردمی بدخشان برآمد استعفای رئیس خان، من واقعا گفته بودم که حالت خیلی حالتی وضبین است. رحمانوف در زمان این همه سالها بعد از سازشنامه صلح این عباره را نفهمیده بود که یک گروه یک منطقه برای استعفا بده. ولی من گفته بودم که بعد از این شکار، بعد از این تهدید، بعد از این قتل، بعد از این زندان شدن از صدها نفر در بدخشان شروع می شود. مرحمت کنید. و این خدر جنایت های بزرگی در اون منطقه خفته است که چرا رحمانوف اینترنت کشت با جنایت انجام داد؟ برای چی؟ من میدونم که ده ها نوارهای زیر درای مردم بدخشان است که روانه میکنن به این شبکه ها. ما خواهش میکنم از اون مردم، شما اگر که هر کسی را قبول داری، مهم نیست برای روان کنید برای برنامه صدای مردم، اخبام.com، نمیدونم رادیو آزادی، در هر رسانه و هر بلاگر و هر روشنفکری که میبینین، ما میدونم که چقدر مثل که همون زیابک چگونه کشتن، گلبدین چگونه کشتن، گفتن که مقاومت کرد، از بعد از اون نوارش میگن که مرد ایشان زنده بردن و کشتن، به قبر شهادت رسوندن. یا اینکه نواری که چگونه جسدا رو میارن در یک جا میگه حالا گنرال میبیو باید تپانچه چپ ده باشه، اتومات راست ده باشه، تیرش در اونجا، گرانتلیا در اونجا، ساخته کردن یک صحنه ساختن در شبکه‌های اجتماعی روان کردن. این گونه نوارها یا که خیلی مرگی، حالا هم مرگی محمد باقر روشن نیست که در کجا و چگونه کشته شد. این هم من مطمئنم که نواراش هست. من مطمئن هستم
ولی مردم حالا هم باور ندارد، ترس دارد. و یکی از سبب‌های دیگر که هر کسی که از بدخشان بیرون میشه زیر بسیار نظارت شدید در کشور قرار میگیره، یا که فرودگاه و بررسی و دیگر انتخاب میره. چون ما در بدخشان فرودگاه بین‌المللی نداریم، ما نمیتونیم مستقیما از بدخشان روسیه بریم، فقط که باید چریز کلاب، چریز دوشنبه، چریز لگناباد باید این سفر بکنن. میبیان تمام نوارها، تلفن هاشون زیر نظارت و کنترل است. و باز هم در این اصل 21 ما هزارها راههای دیگه داریم که ما نوارها رو بیرون که برای مردم نشان بدیم که چگونه عملیات تروریستی در اونجا صورت گرفته است. و ما برای جامعه جهانی اثبات بکنیم که تروریستی که این روز حزب و حرکت‌های میخوانند و این نفرها را برای حبس یک عمره و 5 سال و 10 سال و 20 سال زندان میکنن، اینا تروریست نیستند. تروریسم اصلی این حکومت است که در اونجا میروه عمل‌های تروریستی انجام میده. در بدخشان واقعا عملی تروریستی بود، واقعا خودشون تروریست بودن، خودشون رفتن قتل کردن، کشتن، زندان کردن. این عملی تروریستی خودشون کردن، خودشون مردم را ترسوندن، خودشون مردم را به وهم آوردن که شما حرف نزنید، شما دیوانه هستین که استعفا گفتین، ما براتون نشون میدیم استعفا را، ما زبانتون را کلتا میکنم شما استعفا میگید. و حالا هم ما باور داریم، حالا هم ما امید داریم، ساعت متحد شدن رسیده است. میگم مراد از ما گفتن بود و گفتیم حوالت بر خدا کردیم رفتیم. ما توکلتون رو به خدا میسپاریم. مردم اگر همین از ما گفتن از مسئولیت انجام دادن از تا جای زور ما میرسه، قدرت داریم، توانایی داریم، منبر داریم، حرف میزنیم. ولی میگه همین قرصی که هست از دو طرف است، یک مش هیچ گفت صدا نداره، یک دست صدا نداره. وقتی دست دوم در مقابلش ایستاد میشه صدا بلند میشه. با همون خاطر دوستای عزیز در این نقطه ها من دیگه زیاد حرف نمیزنم.